سلام به همه زدناک فامیلی عزیز، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. چطورین بچه ها؟ امروز اومدم که آموزش کاور اینستا یوتیوب که این کاور البته لول 3 است و بهتون آموزش بدم. بریم سراغ ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اول همه باید وارد کانال تلگرامی ما بشید که لینکش توی دیسکریپشن است. روی فایل میزنید، ذخیره در دانلود ها رو میزنید. بچه اسم کانال این بغل هم میاد. ذخیره در دانلود ها رو که زدید باید با برنامه زداشیور بزنید استخراجش رو. روی دانلود ها تلگرام وارد برنامه شدید و پیکچر زیپ و استخراج به مکان فعلی، رمزش هم هست 27 56 27 56 رو قشنگ نگاه کنید که نگید مشکل پیش اومد. این بک‌گراند رو من خریدم و اینجا رایگان براتون قرار دادن. خب نمونه کارم ببینیم. این کاور لول 3 هست و خوراک کسایی که دوست دارن کاور یاد بگیرن این آموزش خوراک اوناست. خب وارد پیکسارت میشیم، عکس مورد نظر رو انتخاب میکنیم. من اینو مثلا انتخاب میکنم، روی افکت میزنم بلور رو حالا هر جوری که دوست دارین تنظیم میکنین. من این اندازه ها تنظیم میکنم همیشه، بعض اکثر کاورا رو اینجوری تنظیم میکنم. بعد اوکی میزنی، روی استیکر میزنی، قسمت سرچ میزنی لایتینگ. اینجا تایپش میکنم که این بغلم میاد که اگه خواستین مثلا اینجوری بزنید اینجوری است. لایتینگ رو سرچ کنید، یعنی رعد و برق و هر چیزی که اینجا دوست دارید انتخاب میکنید. بچه‌ها پیکسارت هم توی تلگرام قرار دادم واسه همه دیوایس ها و نسخه پروش هست که اینا که تاج زده روش هم میشه انتخاب کرد. من این رعد و برق رو انتخاب میکنم، وسط یکم کج میذارم، بعد میزنی روی به اضافه دوباره یا همون استیکر. روی استیکر که بزنی این دفعه سرچ میکنم ایموجی رو که سرچ کنی این ایموجی شیطانی رو حالا اگه پیدا کنم پیدا کردم، صورت بنفشه دیگه، بنفشه رو حالا اینجوری که من گذاشتم مثلا دوست داری همینجوری بذار یا هر جوری که سلیقتونه. کلا کاور بستگی به سلیقه و خلاقیت شما داره و پیکسارت هم که یه برنامه‌ای که یکم باید وقت بذاری و تنگش کنی، یکم وقت بذاری قشنگ یاد میگیری. اینا رو به این شکل میذاری. الان قسمت ایموجی دوباره میزنی قرمزشو یا همین ایموجی ها رو میتونی رنگشون رو قرمز کنید. اینا رو هم سمت راست بک‌گراند قرار میدم به این شکل که من قرار دادم. قشنگ قرار بدید. کجوکوله یکم، حالا این خلاقیت منه، خودتون شاید بهتر بتونید بسازید، ولی بک‌گراندها و فونتا رو هر جا گیر نمیارید. ویدیو اگه ویوش به 70 برسه فونتای فرش سایلنت و سوگنگ هم خریداری میکنم و واسه تو میذارم. روی استیکر میزنی وی اس رو سرچ میکنی. البته این بک‌گراند مثلا مال تی دی ام، حالا هر چیزی که دوست داشتی رو اون بالا سرچ میکنی پیکسارت براتون میاره. ببینید اینو من کوچیک میکنم ولی روی ایموجی یکم رفته، پاک کنه بالا وسطو میزنم، این گوشش رو یکم پاک میکنم که روی ایموجی نیفته. خب دوباره میام قسمت سرچ می‌نویسیم گالاسکی رو که سرچ کنی یعنی کهکشان و این سمت راست اولیه رو من انتخاب میکنم برای قشنگ شدن کاور نیازه. گالاکسی رو که سرچ کنید خیلی بک‌گراندهای اوکی میاره و اینو مثلا به این شکل قرار میدیم، یکم میاریم پایینتر، فقط این شادو یعنی سایش بیفته و روش میزنیم روی پاک کن. قسمتی که روی ایموجی ها افتاده رو پاک میکنیم و مثلا جایی که دوست داریم رو پاک میکنیم، اوکیش میکنیم. دوباره میریم بالا سرچ مینویسیم پابجی و پابجی رو که بزنید خیلی چیزا میاره. پایین برید کاراکترها هست و اگه دوست داشتید کاراکتر خودتون اینجوری کنیدم بهتون آموزش میدم. این کاراکتر رو بغلش مثلا اینجا اسم خودشون نوشته، اینا رو عکس عربات خودشون درست میکنن توی برنامه قرار میدن، ولی من بهتون یاد میدم که کاراکتر خودتونم درست کنید. اینا آماده هست از قبل، من خودم اوکی کردم و اینجا میذارم. اینجا که قرار دادید ببینید اینا خیلی اوکی، یعنی مثلا اینا کیفیتشون هم اوکی بود واسه همین اینا رو انتخاب کردم. بالا سرچ می‌نویسیم نئون خیلی ایموجی خفنی توش هست و حتما از نئون استفاده کنید. پس چی شد؟ نئون رو میزنی، یه چند تا ایموجی خفن انتخاب میکنی میذاری که هرچی بک‌گراند شلوغ‌تر باشه اوکی تره. بعد اگه اینجا مثلا این بیشتر نشد ایموجی بذاری روی تیک میزنی و دوباره میای اینجا گالاسکی رو سرچ میکنی. گالاسکی رو که سرچ کردی میای پایین، این گالاسکی رو
یعنی بک‌گراند رو کوچیک بکنی بغل میذاری. حالا هر ایموجی کوچیکی که بتونی اینجا استفاده کنی یه خلاقیت و خیلی بک‌گراند تو قشنگ کنه. دوباره سرچ میکنیم، این دفعه سرچ میکنیم ایران، پرچم ایران خودمون رو میذاریم، کوچیک میکنیم، میچرخونیم سمت راست بالا قرار میدیم. اینجوری مثلا ایران با یک کشور دیگه فایت میده مثلا. بعد بچهای هندن، بچه اوکی ان، واسه همین هند انتخاب میکنم. ببینید این بچه این گوشه مثلا من بذارم قشنگ نمیشه و یه جایی براش پیدا کنم. نئون رو سرچ میکنم، یه دونه نقطه های هست که نور داره، اونا رو کوچیک میکنم این بغل میذارم که یک رنگ خاصی بهش بده. ولی اینجا باید پرچم میره زیر نقطه و دوباره باید اینجا رو سرچ کنم و پرچم هند رو انتخاب کنم و این بغل بذارم. وقتی که گذاشتم دوباره میرم استیکر، دایره نئون رو سرچ میکنم اینجا بالا و میگردم به اون ایموجی دلخوام. این ماهه که قرمزه رو خیلی دوست دارم، ماهه چیه ولی خیلی یعنی تو اکثر بک‌گراندام استفادهش کردم. اینجا مثلا قرار میدم و دوباره میزنیم روی استیکر. این دفعه سرچ میکنیم گالاسکی رو که سرچ کردیم همون سیاه رو دوباره انتخاب میکنیم، روی همین بک‌گراند میذاریم ولی فقط شادو روش یعنی بیفته که یه طرح خاصی بهش بده. وقتی که انتخاب کردیم جایی که روی ایموجی ها رو باید پاک کنیم که رنگ خودشون از دست ندن. دوباره میریم سرچ کنیم، این دفعه این نقطه‌ای که دایره نئون بود مثلا سرچ میکردیم روش می‌نویسیم ایندیا، روی فونت میزنیم، فونت معروف اینجا فونت قشنگی هم هست، رنگ زرد رو بهش میدیم، گوشه‌هاشم حاشیه‌هاشم سیاه میکنیم، دوباره نقطه میذاریم اینجا، این بار ایران مینویسیم. اینجا بچه‌ها روی کالر بزنید، وسطیشو بذاری اینجوری میشه رنگشون و خیلی رنگ قشنگی خدایی من خیلی دوست دارم. نتیجه کارم شد این. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. از این جور ویدیو اگه خوشتون میاد حتما لایک کنید، کامنت بذارید. همونجوری که گفتم که ویوش به 70 تا برسه فونتای سوگنگ و فرش سایلنت هم براتون قرار میدم. تا ویدیو فردا شب، فعلا خدا فیض.